عرض سلام و مرام محبوب خانم جان. وای شما اینجا چی کار میکنی؟ من خاطرخواه بیرقیب و بیشکیب تو بودم، الانم که خواستگارتم، خواستارتم. تمنا میکنم زشته. چرا نتونستی فقط 2 سال جور منو بکشی و دندون جیگر بذاری؟ کار از صبر و جور و دندون جیگر گذشته بود. ما بین 2 برادر آقا جان شما و آقا جان من دعوا مرافعه گل انداخته بود که بیا و تماشا کن. به همین لحظمون قسم که بعد فوت خان بابا ابوی بزرگ حرف من و شما از زبون هیچ کس به جز عمه کشور بیرون نیامده. تمهید چی رو میچینید با این دل خوشتون؟ اگه پای خواستگار درباری پسندت جناب اصلان خانم به میون نبود بازم همینطوری با من حرف میزدی؟ من چه بخوام چه نه؟ شما چه بخوای چه نه؟ پای این خانه والازاده میون کشیده شده. این روزا روزی نیست که از هر کجا که میرم یا هر گوشه این عمارت ساز تعریف و توصیف این جناب کوک نشه و به گوش من نرسه. تو هم که خوب دل میدی به این صدای ساز ناکوک. خور معلومه که نه. یه گوش من در شده یه گوشم دروازه. ولی حیف که افاقه نمیکنه. من قسم میخورم به همین دم که کنار هم دیگه نشستیم یه کاری میکنم که افاقه کنه، خلاص بشی هر چه زودتر. خلاصی من به حرف آسون، بس که تو گیر و دار خیر و صلاح این اون گرفتار شده. به حرف آسون. برو عموزاده، برو دست از سر من بردار، برو بذار به درد خودم بمیرم. برو خیر پیش.